من که با تو کاری ندارم حیوان. آخه چی میخوای؟ یکی به دادم برسه. من سلامم. باز یادم رفت سلام کنم. سلام. وعلیکم السلام. چی میگفتم؟ اصلا میشنوی چی میگم؟ میخوای گلتو بدوشم؟ یا اگه بیمارن تیمارشون کنم؟ یا که شیرشونو ببرم بازار بفروشم؟ فقط کافیه زبان بکشایی؟ رسم حرف زدن با زنان بلد نیستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ از زنها گریزانی؟ نمیشنوی؟ کری یالا؟ از سگ رهات نکردم تا به چنگال گرگ نفس مزدم. سگ و تاروندی درست. در عوض چی میخوای؟ میخوام برم. فقط همین؟ نه، هر روز به اینجا میام، مثل ساربونی که هرشو گم کرده یا کسی که فکر میکنه گم شده ای داره. میخوام از اینجا بری و دیگه باز نگردی.
نمیشنوه. انگار همکره با هم خوب. این مرد چه میکنه؟ فکر میکنم مثل موقعان که به آتش مبهوت میشن عبادت. در مقابل کدام بود؟ این چه جور عبادت؟ اگر خم و راست شد و بعد از آن به خاک افتاد بهت میگم چه عبادت. همون کاری رو کرد که تو میگفتی. پیش کدام مردانش آمد؟ اگه به تو بگم که این مرد پیرو چه کسی است سر از بدنش جدا نمی کنی؟ ناکنه پیرو همان عرب درس نخوانده که به خسرو خسروان پروردگارمان جسارت کرده. پیامبر این مرد بت‌ها رو قبول نداره. زنده به گور کردن دختران رو هم همینطور. سلام. سلام بچه. چرا گرد راه اینجا نمی‌تونید؟ خوش آمد. چه شده؟ از چه میگریزی؟ از سلاخان برو ببین. به به هر کجا گوشت قربانی باشه پس مانده ایم هست تجربه نیز هم. برو بیگم برو. الله اکبر. اصل حرف این مرد چیه؟ چی گفت؟ میگه خداوندش بزرگتر از فهم من و توه. دیگه هیچی نمیگه. ها؟ انگار که اصلا اینجا نیست. الله اکبر. به چه نگاه میکنی که من نمیبینم؟ من چیزی نمیبینم.
اش سکه های طلا آگه کم اینجاست. به به حیف که گناهه، ولی چه کنم که نمیتونم از شماها بگذرم. عرب بتپرست خوفناکه، اما این عرب خدا میده. عجب متایی. کاری نکردم. بلم کنی. چی کار میکنی؟ بلند شو. بلند شو. برخیز. با تو هستم. برخیز. سب کن. سب کن. اونو به کجا میکشی؟ کجا میبری این طفل معصومو که آزارش به مورچم نمیرسه؟ به زندان دارالحکومت ادب بشه. زندان؟ به چه جرمی؟ دوستی؟ این بازار بود و همین یه دوست؟ کجاست؟ کو درهم و دیناری که دزدیده؟ داری چی کار میکنی؟ کجاست اموالی که دزدیده؟ بیاین جمع کنین درهم و دیناری که مثل پشگل شطور ریخته. بیاین جمع کنین. مسک شدی؟ میخوای همه رو بخندونی؟ من مردم رو میخندونم قبول، اما کجاست اون چی رو که این دزدیده؟ کجاست؟ من ابله نیستم، خودت میدونی من کی هستم. هر که هستی ادای شیفته ها رو در میاری. نه عاشقی نه راستگو. اینو بارها گفتم. نذار دهنمو باز کنم. های شما کی هستید؟ مگه نمیبینی درفشو؟ از ایران میای. اون چیه؟ اون پسر دزدی کرده بود، فرار میکرد گرفتمش. بیا جلو راه برو ببینم. بازش کن بریم. راه قصر از کدوم طرفه؟ اون طرف. بریم. فرستادگان پروردگار کسری پادشاه مقتدر ایران اجازه ورود می‌طلبند. بیایند.
امیربازان، نماینده پروردگار، شاه ایران و حاکم بر یمن و یمانیان. به نام خداوندگار ایران زمین، در سرزمین حجاز عربی امی دعوی پیامبری کرده و در نامه‌ای مرا که پروردگار ایرانیانم به آیین خود خوانده، جسارت از حد گذرانده، آنجا که در نامه نام خداوندگار خود و نام خیشتن بالاتر از نام ما آورده و کیست از ما برتر و بالاتر. پس دو تن را گسیل دار، او را وادار به پوزش کنند. اگر چنین نکرد او را بکشند و سرش نزد ما فرست. شاه شاهان، خسرو پرویز، پادشاه ایران. لذیذترین خوراک اشراف عرب پیهابه و پیازداغه. بماند که عرب یک راقبای بیابانگرد نان جوین به آب باران تر میکنه. عرب بر پشت شتر می نشینه و شر میخره و نمیدونه این شیر است خسرو پرویز شاه ایران که رومیان از شنیدن نامش پشتشان به لرزه میافته. حال از چند چون ماجرا بگید. پیامبر مسلمانان. پیامبر؟ آن عرب امی در نامه‌ای به پروردگارمان نوشت اسلام بیاور تا رستگار شوی و گناه رعیت که بر آیین مجوس مانند بر تو ننویسند. و پادشاه ایران نامه مرد عرب رو پاره کرد و در حریر نهاد و با مشک و عبیر به سوی او باز پس فرستاد. همین. شما برید و بیاسایید. کار این مرد عرب امی رو به بازان بسپارید. بابویه و خسرو برای عزیمت به یثرب آماده بشن. فرستادگان بازان به یثرب روند بی پیغام او برای آن عرب امی؟ پیغام ما همان است که خداوندگار ایران خسرو خسروان پرویز فرستاده. یا این مردم می عرب پوزش خواهی می کند یا برای جنگ آماده می شود. السلام علیک یا رسول الله. یه طرف یه عرب بی سواد قرار داره که قدرتشو از اون طرف آسمون میگیره و از طرف دیگه بازان و لشکر ایرانیان. و اما تو حارس شاه یمن میونه این زمین و اون آسمون چه میکنی؟ چه بکنم؟ چی کار میتونم بکنم؟ این تخته و این قصر کوهی از سنگ. نمیدونم چرا رو سرم خراب نمیشه. میشه اگه حارس وارث نباشه. بازی تازه داره شروع میشه. مواظب باش. مواظب باش که بازنده نباشی.
نه خودت نه فرزندانت که قرار پشت در پشت حکومت کنن. جادوگر شلبی که تا بازم تویی بزنی به پات. نزنید چه میکنید؟ چه شده؟ مجروح شدی. سلامه چی؟ سلیم با بچه‌های بنیامل دعوامون شد. سلیم زخمی شده. زخمی؟ کجاست؟ تو کوچه پشتی با اون دیوونه. نزاعتان بر سر چه بود؟ اگر اختلافی هست چرا از این محله میگذرید؟ مگه محله رو خریدن؟ پدرم و همینا کشتن. کشتن؟ عموم دختری کور ازشون گرفت و از خون پدرم گذشت. عموت کیه؟ ابن اودی. اونم زور میگه اگه خواهرت سلمه زن ابن اخنس بشه خون پدرت پایمال نمیشه. بزرگ خانواده ماست. از قبیله قاتل پدرم زور میشنوه. به من و خواهرم سلمه زور میگه. زور نگویید. به احدی ظلم نکنید و زیر بار ظلم و زور احدی کمر خم نکنید. سفارش مولایم محمد است. نامش رو شنیدی؟ محمد؟ آره. اویز آمدی؟ سلام مادر. علیکم السلام. میهمان داریم. گفتی مهمان؟ بله مادر. مادرم میبینه و نمیبینه. اسمش سلیمه. سلام نمی کنی؟ سلام مادر. علیکم السلام سلیم. خوش آمدی.
در قفایم، عشق است رو به رویم. بگذار تا بریزد خون جای آبرویم، در دستهای گرمت بی نام و بی نشانم. من آسمان ندارم بیرون از این جهانم، من آسمان ندارم بی نام و بی نشانم. صدها سخن به دل بود، صد راز در صدایم. یارا چه